یا امروز اومدیم با آموزش شیبا، دریافت کردن شیبا از خود تلگرام، ربات تلگرامه. اینجا شروع رو میزنیم. بعد اینجا که شروع رو زدین، حالا من قبلا وارد شده بودم. اینجا یک کدی میده که باید اونو تایپ کنید و براش بفرستید. برای من نیومده. خب من تازه هم برداشت زدم. خب یکم اینجا آشنا شیم. روی گزینه اول بزنیم، چون که ربات یکم شلوغه، دیر میاد پیامش. ربات معتبریه، من خودم برداشت داشتم ازش. اینجا میبینین که موجودی من 0 و قابل برداشت شیبامون 5000. خب ما حالا از اینجا برداشت میزنیم. خب اینجا هم توضیح بدم که مشکل نباشه. خب الان میگه من 5000 تا ندارم و نمیتونم برداشت کنم. شما برای اینکه اینو دریافت کنی توی 24 ساعت این پایینی سمت راست اینو میزنین. توی 24 ساعت براتون شیبای رایگان میده این ربات و میتونین هر روز وارد چین و برداشت کنین. اینجا 200 تا برای من میده. حالا من میزنم، میبینین که من قبلا برداشت زده بودم. کمی طول میکشه چون الان میبینین که میگه شما توی این 24 ساعت دریافت کردین و باید منتظر باشین. خب دوستان، اینم از آموزشمون. من لینک این ربات رو توی تلگرام و یوتیوب تو اولین کامنت پین میکنم. خدا نگهدار.